در مورد سومین شهر بزرگ کردنشین ایران چی میدونیم؟ شهر بوکان تو موقعیت ترانزیتی و استراتژیک در جنوب استان آذربایجان غربی قرار گرفته. مردم بوکان کرد هستند و به زبان کردی سورانی صحبت می‌کنند. بوکان توی بهار و تابستون خیلی سرسبز و زیبا هست و توی دشت‌های هموار و مسطح واقع شده. جالبه بدونید ایران 1250 شهر داره که بوکان با جمعیت شهری بیشتر از 270,000 نفر توی رتبه 31 هست. بوکان بعد از شهر کرج دومین شهر مهاجرپذیر ایران هم هست. از نظر سطح باسوادی بوکانی‌ها بعد از مردم ارومیه در رتبه دوم مردمانی باسواد و تحصیل کرده هستند. با اینکه بوکان از نظر تقسیمات کشوری به عنوان یک شهرستان در استان آذربایجان غربی تعریف شده، اما جمعیتش از 6 مرکز استان ایران بیشتره. بوکان از یاسوج، شهر کرد، بیرجند، ایلام، سمنان و بوشهر که از مراکز استانهای کشور هستند پر جمعیت تره. به بوکان لقب عروس شهرهای ایران رو دادند. البته لقب‌های دیگه هم داره، مثل شیراز کردستان، شهر فرهیختگان، شهر خوبان و نخبگان، شهر استاد حسن زیرک و شهر سردار عزیزخان مکری. بوکانی‌ها سعی می‌کنند همیشه تو هر زمینه‌ای اولین و بهترین باشند. اونا بهترین صنعتکاران، بهترین تعمیرکاران و بهترین متخصصین رو توی منطقه شمال غرب کشور دارن. تولید شده توسط رسانه سردار بوکان.